سلام هموطنان و دوستان گرامی. پیش از همه خداوند قادر یکتای خوب همتا را شکرانه میگم برای تمامی نعمتهاش. اما بعد در این شب روز که تمام جامعه جهان برای همه ما شما معلوم است که در چه حالت قرار دارند و نقطه یا یکی مسئله که میخوام برای شما چند دقیقه صحبت کنم، معرکه تبلیغ و تعریف چاپلوسی که در این شب روز در تلویزیون های تاجیکستان، رسانه ها و سر زبان های مردم دارن جاش میکنن، مجبورن و نشان میتن، اونم باشه گویا که تحفه های رحمانو و غمخوری و مهربانی های رحمانو به مردم تاجیکستان. همین باره میخوام یک چند دقیقه صحبت داشته باشم. اونم درباره تنها یک کمکش یا که یک در قوس توفهش، یعنی که ماشین یاری تعجیلی خانواده سکارش میگیم. نگاه کن، همین ماشین ها اکثر انسان های روی دنیا علاقه این ماشین بگیم که استفاده بردگیان در حالت های بعدشون یا که بیماریشون خدا کسی را ایشون نتا، اما هیچ کس این ماشین دوست نمیداره. ماشین یاری تعجیل هیچ نفر دوستش نمیداره، یگانه ماشینی است که کسی دوستش نمیداره. خب نگاه کنید، همین ماشین امروز تاجیکستان نیاز داره، به همین ماشین نیاز داره، زیادتر نیاز داره. اگرچه پیشینه سالهای پیش نیاز داشت، این شب روز زیادتر نیاز به همین ماشین‌های یاری تعجیلی داره. سال 2019 یک سال پیش در همین شب روزا بود، 10 ایول ده ژاپن، میدونید دولت ژاپن با تاجیکستان یک سازشنامه بین کشورها کردن با مبلغ 7 میلیون دلار امریکایی ده 90 ماشین یاری تعجیلی زمانوی باید روی میکرد. دیگه بعد روی کرد، ندیدیم رکلام تبلیغاشونه، اما به پول رایگان یک کمکی بشردوستانه بود. 90 ماشین نه تنها برای دوشنبه روی میکرد، برای تمامی منطقه ها و ناحیه ها و ولایت های تاجیکستان، یعنی که در عموم برای وزارت تندرستی باید که 90 ماشین یاری تعجیلی زمانوی با مبلغ 7 میلیون دلار امریکایی ژاپن باید تاجیکستان میداد، یعنی که روان میکرد. خب اینا یک طرف. اما در همین شب روزی که ما تو همین بیماری آمدن، فقط از زبان چاپلوسا چی میشنیدیم؟ تاجیکستان بهترینه، یگان کمبودی نداره، خشروع آباد شده است، همه بگیم که 100% میگفتن. انا در این شب روز نگاه کنید که زیادتر همه هوش گوشش چی تاجیکستان چی غیر تاجیکستان هوشم با بیمارخانه ها و همو وزارت تندرستی ان. ما در یک صحبت پیشینم گفته بودم که روزی همین ماه می، در روز 14 می یا 15 بود، تنتنه و با همو رکلامه ها و خوشامدگوییشون نشان دادن که با ولایت مختار کوهستان بدخشان رحمانوف 45 ماشین مواد خوراکه و یک ماشین یاری تعجیلی تحفه کرد. به بیمارخانه مرکزی ولایت یک عدد ماشین یاری تعجیلی تحفه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فرستاده شد. تصور کنید، یک ماشین یاری تعجیلی تحفه کرد. ما در این باره تحفه گفته بودم که این حق نداره گپ بگه. تحفه را در این باره هم استفاده بردن شرمندگی است. خب نگاه کنید، یک ماشین یاری تعجیلی گفت که تحفه کرد به ولایت مختار کوهستان بدخشان و سراغش هم گفت که به شهر خروغ. ما در این باره گفتیم که ولایت مختار کوهستان بدخشان 217,000 اهالی داره، یعنی 217,000 نفر زندگی میکنه در اونجا و شهر خروغش 30,000 نفره. تنها در شهر خروغ 30,000 نفر زندگی میکنه که مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان و 7 ناحیه داره، 43 جماعت. اگه نگاه کنین این یک ماشین چی میرسه، با کی میرسه؟ اگر به همین 30,000 هم حسابش کنیم، یک ماشین کمه. این باید که رحمانوف اونا وقتی یک ماه پیش یا 2 ماه پیش بود در تاجیکستان، در دوشنبه ناخلی سمانک کلان 8 قوته
30 متره تشکیل کرد یا که نصب کرد، اونم خیلی باید نمیکرد، یک ماشین یاری تجلی یا 2 تا ماشین میخرید. جشنو را نمیگرفته، باید که ماشین یاری تجلی زمانوی میخرید. در این باره ما گفتم که یک ماشین تجلی گویا برای خدمت همو بیمارای ناحیه لخش روی کعبه no. 30 سال پیش 40-50 سال پیش این ماشین ما را میداد، همون سکاری اوازی که ما خرسند میشیدیم، میفتیم که در همین شب روز همین ماشین ارزنده های و خدمت کرده میتونه. نه که عصر 21 های 2020 های او اوازی چی کار میاد؟ ما گفته بودم در این باره که اوازی یک شرمنده کردن یا که احمق کردن همون بیمارستان یا که همون طبیبا و همون ناحیه لخش های او را با کی رایش کرد؟ با فخر میکنن، فخر میگن که توفه و غمخوری های پیشوای ملت بود که یک اوازی که به ناحیه لخش به بیمارستانش تقدیم کرد، توفه کرد. این ببینید شرمندگی را خودش در 40-50 ماشین جیپای قیمت میگرده و بیمارها سلامتی انسان که در درجه یکم اوازی داد. خب نگاه کنین، ما اگر که با کشور همسایه‌مون نگاه کنیم، ازبکستان هم 13 همین ماه میده 15 و 20 تا ماشین یاری تجلی بشردوستانه کمک رایگان کرد. یعنی به پول ماده ماشین داد. این را بینید، اینجا معلوم میشه که ما اولی هم کم بغلیم، او تعریف او ستایش او دروغن. ما اولی هم کمبودی داریم، اولی هم ما نیاز به کمک دیگر دولت ها داریم. یا یکی با لهجه و یا که طرز دیگه اگر ما بگیریمش، رحمانوف تماما پیسه نکرد وزارت تندرستی را، در فکرش نبود. امروز معلوم شد که چی کمبودی ها داره وزارت تندرستی. خب نگاه کنین، یک هموطن یا که شهروندی عادی صاحبکار محلی گفته بودیم که در شهر ترسونزاده یک ماشین خونده استرکس دادک که میدونه که 3-4 تا اوازینگ میشه دستومی خونده استرکس برای بیمارخونه شهر ترسونزاده که مسئول نیست، او تاجر بود، ای پیش خودش یک کمک کرد. رحمانوف مسئول جوابگر، این نه باید کمک کنه یا که هدیه کنه، توفه کنه، این باید که خدمت خودش وظیفه خودش ادا کنه. یک خبر دیگر هم نشر کردیم یا که شما دیدین که با شهروندی تاجیکستان یک بگیم که نفر عادی، نه اعضای حکومت نه مسئول حکومت، یگون منصبدار، در شهر حصار 2 تا ماشین یاری تجلی به بیمارخونش، انه را میگن توفش بگم خطا نمیکنم، یعنی کمک کرد. 2 تا ماشین یاری تجلی. نگاه کنین، رحمانوف دغدغه و تولک زنان و زمزمه کرده در تلویزیونات چند بار پفتور گشته و برگشته میگن اینها شهروندان عادی هن یا که توجیرشون بگیم اینو را هم خیلی رکلم نمیکنن در تلویزیونشون. اگر هم بکنن، مال ندیدم بکنن، در اول آخرش با دستور و هدایت های پیشوای ملت داد. همی تاجر میگه با دستور و هدایت های پیشوای ملت همی تاجر در همین بلنسه ماشین داد یا که دارو داد یا که 1 کیلو روغن داد. اگر دستور نتایش کرد چی؟ هیچ که نمیکنه، هیچ که عقل نداره که یک کسی یک یاردم بده، یک کسی دستش بگیره، یگون کمک کردن. مردم تاجیکستان هیچ عقل ندارن، هیچ فهمیش ندارن، هیچ سواد ندارن. همشون همین رحمانوف میگه که تبرا مرده تا در تای زمین گور که، تبرا ایرسیا او مهاجر را بگی بیار، تبرا او بیمار دارو بده، دکتر را میگه. یعنی یا هیچ نمیفهمن که دکتر وظیفه‌ش نمیدونه یا که وزارت خارجه نمیدونه چیکار کنه یا که او قورکنو نمیدونن که زمین چطوری بکنن. همش همین دستور سپارشای پیشوای ملتی همو چاپلوسایی که میگه که قورش مو 1 متر بکنن، اونجاش او خیل بکنن، بیمارا را توبت کنن، دکتر را میگه همش. یعنی همه روزی دیگه چاپلوس زیاد کردگی دیگه همه را نال حساب میکنن یا که هر یک خیر کردن، هر یک صدقه میکردگی را اول آخرش در نومی پیشوار همو چند نومی داره، نسب بافتای داره، همو را میمونن
بعد او صاحب کار میگن با آخرش با میان با میره میگن که انایی بد میگه غمخوری و راهنمایی های رهبر دولت که انایی تاجر رو ورد کمک کرد. نگاه که من دوتا مقایسه میارم. همون ماشینی که معلومات ندارم در ناحیه لخش اهالیش چند قدر یا که بیمارخونه‌اش چخیلی چند طبیب داره، اما درباره ولایت مختار کوهستان بدخشان معلومات دارم کمی هم باشه. در شهر خروق همین ماشین رحمانوف نمایش دادن یا رکلام کردن رویش کردن، تنها گفتن که با بیمارخانه شهر خروق، در شهر خروق گفتن ما 30,000 اهالی داره شهر خروق، 30,000 اهالی داره. شما تصور کنید یک ماشین رویش کرد. ولایت شهر حصار 31,000 اهالی داره، 31,000 اهالی داره. تماشا کنید شهر حصار. همین تاجری که گفتم نامش نمیدونم، عائله عبداللهی ها نوشته که در رسانه ها، خب به هر حال کسی باشه خدا خیرش قبول کنه. اگر خیری به اختیار خودش باشه که مجبوری نباشه، برای یا میکنن مجبور میکنن یک نفر که برای خیر که تویی که نام پیشوا را در اولش بنویسیم. نگاه کنید دو تا ماشین خیر کرد، دو تا ماشین کمک کرد، دو تا در نفری که مسئول نیست، یک تاجره ای پیش خودش دو تا ماشین در 30,000 اهالی، دو تا ماشین. ایران با میگن که این وظیفش نیست، مسئولیت نداره. اما رحمانوف که وظیفش مسئول تعریفش میکنه که دلش به هم میسوزه، دیگه در دلش جو نداره که اون خرسندی کنه که خرسک بزنه. با 30,000 اهالی یک ماشین روی کرد. چه خیلی بفهمه. در همین شب روز با میگن که بیمارخانه ها نیاز به دارو دارن، به طبیب دارن، به ماشین یاری تجلیلی دارن. در اینجا چه خیلی میفهمین شما که یک تاجر همتش، شجاعتش، وجدانش، رحمش بالاتر از اینه. ای رحمانوفه رختون یک بار فکر کن، این گپی نیست که ما بافته است باشمش یا که نادیده گفته است باشمش، چیزی که در رسانه ها هست. یعنی که امیر حکومت خودش نشان داد، گفت که هم یک تاجر با دستور سفارش های به واسطه رهبر دولت آورد دو تا ماشین و موادهای خوراکه و تجهیزات‌های طبی در بیمارستان شهر حصار داد. خب این ما در اینجا خلاصه میکنم صحبت. ما فقط میگم که رحمانوف ای مسئولیتی گرفته است. اینجا فقط تعریف سیتویش خوکشپی و شمالدهی، دیگر هیچ نیست. این هم خد چیزه مسئولیتیش باید بیا اینجا انجام بده، نگریزه و هر نفری که هسته، چی سروزیر، چی وزیرو یا رئیسو، هر یکمش در وظیفه خودش ادای خدمت کنه. این ای به صحبت ما به آخر میرسونش در اینجا صحبت ما. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.